پهلوان تاجیک اکمالدین کریموف روز 12 نوامبر در فینال چمپیونات جهان اوید و گشتین سامبو در وزن تو 58 کیلو حریفش از روسیه خرتک سایان رو شکست داد و چمپیون جهان شد. چمپیونات جهان روز 12 نوامبر در ورزشگاه یونس آباد در شهر تاشکند آغاز یافت و تا 14 نوامبر دوام میکند. باز یک پهلوان تاجیک در چمپیونات جهان اوید با گشتین سامبو به فینال رو یافت. خوشقدم خسروف که سال 2018 علاکه یک دفعه عنوان قهرمان سامبوی جهان را به دست آورده بود میتوانست بار دوم عنوان چمپیون جهان را صاحب شود، ولی خوشقدم در فینال وزن تو 64 کیلو از پهلوان قزاق جانونیت روحت شکست خورد و صاحب جای دوم و مدال نقره چمپیونات جهان گردید. لازم به یادآوری است که هم اکمالدین کریموف و هم خوشقدم خسروف هر دو شاگردان جهان پهلوان حاجی محمد شریف سلیمانوف میباشند. تاجیکستان را در چمپیونات سامبو جهان در تاشکند 14 ورزشکار از جمله یک بانو شایده قلندر و نمایندگی میکنند. 8 نفر آنها در مسابقات سامبو ورزشی و 6 نفر در سامبو رزمی برای دریافت مدال ها رقابت میکنند.